هیچ کس نمی‌داند کدام نگاه آخرین نگاه است، کدام لبخند واپسین لبخند و کدام خداحافظ بی پاسخ میماند تا ابد. ما همیشه فکر میکنیم وقت هست که دوباره ببینیم، دوباره بگوییم، اما گاهی زندگی مجال دوباره نمیدهد. دردناک است که آخرین لحظه را نمیشناسیم و آنگونه که باید قدرش را نمیدانیم. یک روز، یک صدا، یک بو، یک تصویر، همه چیز را از نو به یادمان می آورد. دلتنگی درست همانجا آغاز می شود. می فهمی چقدر دیر شده، وقت کسی نیست که صدایش کنی، وقت ببخش و دوستت دارم در دل می ماند بیان که شنیده شود. جهان بیرحم نیست، فقط بیخبر است از دلهایی که هر شب بی صدا می شکنند. پس بیایید تا زمانی که هستیم با هم مهربان باشیم. شاید این دیدار آخرین دیدار باشد، شاید این لبخند آخرین یادگاری است، اما مهربانی تا همیشه میماند. هیچ کس آماده رفتن عزیزش نیست. هیچ دل طاقت خالی شدن ناگهانی را ندارد. مرگ همیشه بی دعوت می آید، بی خبر، بی مهلت و عزیزترین آدم ها را با خودش می برد. از دست دادن مثل بریدن یک تکه از جان آدم است. جای در درون آدم تا همیشه خالی می ماند. نه با زمان پر میشه، نه با گریه، نه با فراموشی. تنها چیزی که میمانه خاطره هست و این سوال بی پاسخ. کاش فقط یک بار دیگه میدیدمش، فقط یک بار دیگه.